نمیدونم کی به کیه چی به چیه، فقط میدونم که تو فیفا که بازی میکردم اگه یکی خطا میکرد سوت میزدن آفساید که خب اینجا ما نداریم که تشخیص بده پس سوت نمیزنیم. اینا هم اوت میره من سوت میزنم، همینجوری دارم سوت میزنم، فقط دارم سوت میزنم، هیچ نقشی ندارم. بزن یه دونه بزن سمی و بچه ها تو راهن، بکنم تا چند دقیقه دیگه میرسن، بعد دیگه تیم کشی ها رو میکنیم و شروع کنیم به بازی کردن. چند سال بازی نکردم نفسم بریده. اونو میشه که کاریش کرد، چرا نمیشه کاریش کرد؟ اینجا بخورن زمین میشه پنالتی، دیگه بقیه‌اش خوش میاد. دیگه خوشمزه نداره؟ اونجا پنالتیه دیگه، ارزم به حضورتون الان اوت داری؟ نه اوت هم نداری. اوت نداری؟ چرا؟ ما با این آقا قرار ببریم بازی امروز. به نظر تو با این آقا خانم میتونیم بازی ببریم؟ خب دیگه منم که شاهین هستم و میدونید کجا دیفنس توپ رد نمیشه. چکریم سمیم امروز میخوام مهاجم بزنم ولی در اصل دفاع وسط من میرم قرار ببازیم دیگه. شاهینو بگیری لحظه. ما با این آقا قرار ببریم بازی امروز. به نظر تو با این آقا خانم میتونیم بازی ببریم؟ خب دیگه منم که شاهین هستم و میدونید کجا دیفنس. سلام امیرم، مدافعم، بهترین بازیکن این زمین حق منه.
شاید تو موقع سخت بازی تمرکز کرد خوش کشید بیرون نه به والله تو خب به اینجاش بده میگم کجا ناخونم رفت خب اینجاش بگو آهای من رفتم جدیت بازی از اشک از شعبدی بود نه اون جاها رو گرفت اینجوری یکی دو تا اینجوری کردن هر موقع که اومدی بازی آباتون همچین اینجوری بذارید گل میشه آقا بگه می آفرین آب نمیزنی؟ امیر من میگم ناخواه رفت تو روش باور اومدید ساخته یه ساعت بازی بچه پول داره 90 دقیقه این چیه؟ شب تر باشه ولی میشه آره دیگه بگه آقا نمیدو بگی باشه ستون شوت‌های روبرتو کارلوس آقا کامل اصلا نمیتونی بذاری من نمیتونم کفشمو بپوشم خونی میشه یه سنه ناراحتم که گفتیم بیا تو یکی دو تا دیگه بزنید والله یه دونه دیدیم دو طرفه زدی حاجی پرا بعد چند تا بازی کردن هر چهارشنبه همین دو تا سیاتیک هم که زده بیرون ناخونم که رفته تو گوشت زندگی سالم میگن شاهین کو؟ داره با تلگرامش من با من بچه لایک و کامنت حسابیه یو هایلایت همو میذارم چندی خودم نه چنل من چیه دوتا گل زدم خواه بذارم تو ریل خودم چیکار کنم سامی گرفتی من چون که پاک زخم شده باشه خون داریم با اینجا آقا سیاتیکت افتاد تو بلاک اینو بذاریم با پایان باز منم آقا میخوام بیام دیشب فیزیوتراپی انقدر اذیت شد یارو 2 ساعت داشت سیاتیکش دیشب ما سیاتیکمون رو باز کردیم دیروز تازه یه دونه بود امروز جفت ماساژور چی بود یعقوب فامیلش هم یعقوب خیلی سریع هم گفته میشد اسم فامیلش برای پولیش نگفت 2 روز دیگه بیا امروز صافکاری فردا صافکاری هنوز به نفس زودتر خداحافظی کنیم مرسی که تا اینجای برنامه همراهم بودین لایک و کامنت و سابیتون نره اینا از چنل شاهین داریم میبینی همیشه کاراشو من میکنم زیاد فیلم برای من صحبت نکنه بچه‌ها لایک و سابسکرایب فراموش نکنید میبینمتون این قسمتی که تنها چند بار لایک و سابسکرایب کردم الان دوباره آنساب شد حالا سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها چند تا من سابسکرایب